امروز میخوایم حدود 36 ساعت فست بکنیم. چی خیلی مست بابا، دیوونه شدی؟ بابا میتونی، بعدن ازم تشکر میکنی، برات خوبه. البته کلی گلوکوز مونده از وعده قبلی، میتونیم اینا رو بخوریم به نظرم. احتمالاً اگه گرسنگی بیاد مغز دکش میکنه. واقعا امیدوارم اینجوری باشه داداش. آخه یه روز و نیم بدون غذا خیلی سخته. 6 ساعت بعد. خب بچه‌ها گلوکوز دیگه تموم شدیم، آخرش بود. حالا چیکار بکنیم؟ نترسید، من یه ذخیره گلوکوژن دارم، اینا رو بخوریم. داداش ببین منم دارم، از اینا بخوریم گلوکوژن. رئیس چطوره؟ به نظر نمیاد که نظرشو بخواد عوض بکنه. او مای گاد اونجا رو ببین، گرسنگی اومد. بابا من خسته شدم، کی این مسخره بازی تموم میشه آخه؟ 12 ساعت بعد. آقا گلوکوژنم تموم شد، من چی بخورم؟ دارم خودم دست میدم آقا. منم تموم کردم. آی حرومزاده ها، اونجا رو هیپوفیزه. ای حرومزاده ها، الان براتون یکم هورمون رشد میفرستم تا دووم بیارید. او مای گاد، عجب چیز باحالیه، خوشم اومد. پانکراس میشه بهم کمک کنی از چربی کتون بسازم برای انرژی؟ یعنی ازم گلوکاگون میخوای؟ نه عزیزم. باشه ببینم چیزی که دوست داری. عاشقتم کتون. اونجا رو گرسنگی داره میره، شاید از کتون خوشش نمیاد. 20 ساعت بعد. ای خدا، من هیچ وقت اینقدر خسته نشده بودم. اون مغز چرا اینقدر خوشحاله؟ آخه چه گیری کردیم ما بابا. این چی میتونه باشه؟ چی گز میکنه؟ او مای گاد، بالاخره میتونم خودم رو تعمیر بکنم. این پروتئین سمیه. این چیه؟ این میکروبه. برید تو سطح اشغال. ایول، حالا بهتر شد. انگار از تو دارم تعمیر میشم. این چقدر باحاله، خوشم اومد. 36 ساعت بعد. به رئیس راست میگفت، این موقع فوق‌العاده است. فکر نمی‌کردم اینقدر اوضاع تخم مرغی باشه. خیلی حال داد. اصلا یه چیز خفنی بود، واقعا بهترین چیزی بود که تو اتفاق بیفته. خب بچه‌ها تبریک میگم بهتون. میدونستم میتونید، یه ذره تحمل می‌کردید دیگه. خب برای جشن گرفتن بریم یه عالمه آشغال بخوریم.